محمد عمران هستم و حق دوست تخلص میکنم. مدیر مسئول کمیته فرهنگی دارالحفاظ مفتاح القرآن هستم و امروز الحمدلله ما الحمدلله ثم الحمدلله که ما به تعداد 50 نفر از ناظره و حفظ قرآن کریم فارغ داشتیم که تقریبا حدود 6 نفر از ذکور در حفظ بود و حدود 16 نفر یا 15 نفر از طبقه اوناس حافظا بودن که از قرآن کریم را حفظ کردن و تمام کردن الحمدلله و همچنان حدود 15 نفر از طبقه ذکور در ناظره قرآن کریم رویخوانی قرآن کریم و حدود 20 نفر از طبقه اوناس در ناظره و رویخوانی قرآن کریم فارغ شدن امروز الحمدلله. اسمم عبدالمتین سلطانی است، یک تن از حافظان مدرسه مفتاح القرآن. ما مدرسه مفتاح القرآن مدت 12 الی 13 سال میشه که برای شاگردان عام از ذکور عام از اناث برای خدمت قرآن کریم خدمت میکنه و این مدرسه در 315 موقعیت داره روی دارالعلوم عربی کابل که رئیس این مدرسه جناب قاری صاحب بشیر احمد رحمانی است و ما الحمدلله یک تن از شاگردان مدرسه مفتاح القرآن هستم که در مدت 3 سال دوره حفظه به اتمام رسانیم. تربیت نسل با کیفیت و نسل بی کیفیت، قسمی که ما یک برنامه در تلویزیون هم در این قسمت گفتیم که نسل با کیفیت و بی کیفیت در واقع مرکز ثقل پیشرفت و عدم پیشرفت یک جامعه و یک دولت اسلامی است. ببینیم نسل با کیفیت و نسل بی کیفیت، جنگ در برابر بی کیفیت سازی نسل ها از آوان بکار آغاز کردن شیطان با برنامه هاش و با راه اندازی های پالیسیش از اول دنیا آغاز شد. فبعزتک لأغوینهم اجمعین، این سوگند شیطان است. شیطان با وجودی که از دربار پروردگار رانده شد، خب باز هم اینجا یک بلاغت قشنگ قرآنی به کار رفته است. عزیزانی که با علوم قرآنی و بلاغت قرآنی سر و کار دارند، حکمت و فلسفه چیست؟ شیطانی که کافر شد، مطرود و مردود درگاه الله تبارک و تعالی قرار گرفت، اما در راستای اعلان پالیسی استعمار خود در میان اقشار ابنای بشر و عزت پروردگار قسم می‌خورد. در حالی که ما در جامعه زندگی می‌کنیم، از کسی که ازش دلخور هستیم ازش نام هم نمیبریم، چی برسد به اینکه به نامش قسم بخوریم. شیطان در پیشگاه پروردگار ایستاد شد، گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین، به عزت قسم ای پروردگار که همه‌شان را اغوا میکنم، از راه میکشم، فریبشان میدهم، الا حرف استثناست، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو. شیخ مولانا محمد ادریس کاندهلوی در تفسیر معارف القرآن غیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی است. مفتی محمد شفیع عثمانی از اون معارف القرآن در تحیه تفسیر خود استفاده کرده که الحمدلله افتخار ترجمه تفسیر 8 جلدی مولانا ادریس کاندهلوی را در اکادمی علوم بنده به دوش دارم و افتخار میکنم. الله تبارک و تعالی توفیق دهد. در اینجا شیخ ادریس کاندهلوی یک تحقیق قشنگ تحت کلمه اغوا کرده است و تحت کلمه مخلص کرده است. چرا مخلص چه کسانی هستند؟ یکی از معناهای کلمه مخلص نسل با کیفیت است. با غیر عفو هیچ عذر خواهی نیست. چرا در این درگاه نمی آیی. خداوند متعال یکی از رسالت‌های بزرگ امت اسلامی را مطرح می‌کند. نه تنها امت اسلامی بلکه کل بشریت را. ولی چون درس از قرآن مسلمان می‌گیرد
و مخاطب قرآن در تطبیق احکامش مسلمان هست، این آیت مسلمان را فرا میخوانه برای تطبیق دستور الله متعال. الله میگه هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. ای مرد مسلمان، ای زن مسلمان، ای جوان مسلمان، ای دختر مسلمان، الله تو را از زمین آفریده، آبادی و عمران و بازسازی زمین و جغرافیا و خاک را الله به عهده تو گذاشته. ما معمولاً در قسمت آیات قرآن عظیم الشأن معمولاً مخاطب شدیم با آیات حجاب، معمولاً مخاطب شدیم با آیات نماز، معمولاً مخاطب شدیم با آیات زکات، آیات حج، آیات روزه رمضان و بعضی از موارد اخلاقی. خیلی از آیات سرنوشت ساز هستند در قرآن عظیم الشأن که متاسفانه ما مسلمان ها به کمتر میپردازیم. یکی از همون آیات همین آیته. الله میگه ای انسان، ای مسلمان، من تو را از زمین آفریدم، از خاک و آب و نان و اکسیژن و محصولاتش استفاده میکنی. برای زمین چه تولید میکنی؟ تو را از زمین آفریدم، مأموریت آبادی و عمران زمین را برای تو دادم. در آبادی زمین، عمران زمین و بازسازی زمین چه اندازه سهم داری؟ از خودمان سوال بکنیم. ما در ساختن زمین خداوند چه اندازه سهم داریم؟ ساختن زمین الله عزیزان من دو تا جنبه داره، هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی. جنبه معنویش با عبادت و بندگی و توحید الله محقق میشه، اما جنبه مادیش با استخراج معادن محقق میشه، با ساختن پارک‌های صنعتی محقق میشه، با ساختن پارک‌های تفریحی، شفاخانه‌های مجهز، کنترل آبها، استفاده از آبها. میخوایم پرسان بکنم که ما در زمینه عمل به این آیت قرآن عظیم الشأن چقدر سهم داریم؟ عزیزان من، از منظر اسلام همانطور که عالم دین جایگاه بلند داره، همانطور که خطیب مسجد مبارکه، همانطور معلم فیزیک مبارکه، همانطور معلم کیمیا مبارکه، همانطور معلم ریاضی و هندسه مبارکه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از آیات قرآن را فقط علمای فیزیک میتوانند تطبیق بکنند، نه خطیب مسجد. القرآن ربانی وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبض بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، وجوه في هدايتهم منار لكل حيران، لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعانت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفرق